چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمی دانم. نه ترسا نه یهودم من، نه گبرم نه مسلمانم. نه شرقیم نه غربیم، نه بریم نه بحریم. نه از کان طبیعیم نه از افلاک گردانم. نه از خاکم نه از آبم، نه از بادم نه از آتش. نه از عرشم نه از فرشم، نه از کونم نه از کانم. نه از هندم نه از چینم، نه از بلغار و سقسینم. نه از ملک عراقینم نه از خاک خراسانم. نه از دنیا نه از عقبی، نه از جنت نه از دوزخ. نه از آدم نه از حوا، نه از فردوس و رضوانم. مکانم لامکان باشد، نشانم بی نشان باشد. نه تن باشد نه جان باشد که من از جان جانانم. دویی از خود بدر کردم، یکی دیدم دو عالم را. یکی جویم یکی دانم، یکی بینم یکی خوانم. هو الاول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن. و جز یا هو یا من هو کسی دیگر نمی دانم. ز جام عشق سرمستم، دو عالم رفته از دستم. و جز رندی و قلاشی نباشد هیچ سامانم. اگر در عمر خود روزی دمی بی تو در آوردم، از آن وقت و از آن ساعت ز عمر خود پشیمانم. اگر دستم رسد روزی دمی با تو در این خلوت، دو عالم زیر پای آرم همی دستی برافشانم. الا ای شمس تبریزی چنین مستم در این عالم، که جز رندی و قلاشی دیگر چیزی نمی دانم.